بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، در درس گذشته درباره یکمین قدمی الله را شناختن و الله را یک و یگانه دانستن و عمل کردن درباره توحید ربوبیت گپ زده بودیم و درباره توحید ربوبیت اگر در خاطرتون باشد ما گفتیم که الله خالق زمین و آسمان است، مالک زمین و آسمان است و این چنین مدبر کنترل کننده زمین و آسمان است و تمام اموری که در زمین و آسمان می شود اینها را همش را الله می کند. یگان نفر نمی تواند اون قانون هایی که الله به زمین گذاشته است دیگر کند و این چنین الله ذات هست که رزاق بندگانش هست، چه حیوانات باشد، چه نباتات باشد، چه انسان ها. و این چنین الله زنده کننده و میرنده کشنده است، یعنی اگر خواست کسی زنده میماند، اگر خواست به کسی مرگ میفرستد. و این چنین الله دهنده و گرنده هست و خوشبخت کننده و بدبخت کننده هست. و ما درباره رزق کمی زیادی گپ زدیم در درس آینده و این چنین گفتیم که در تاجیک ها یک مشکلی جدی هست که ما در رزق زیادی به شرک داخل میشویم و چگونه که حدیث را میدانید شرک در قلب آدمیزاد یا گفتیم در ذهن آدمیزاد مثل پای مرچه ها خیلی به صدا می گردد. به خبر هستیم لیکن در شرک مختلط شده هستیم و گفتیم یکی از شرک بر علا در این مسئله این است که شما گمان میکنید که رزق شما به دست یک بنده هست و همین سبب می شود که خودتان را در نزد الله نه در نزد یک بنده که مثل شما هست برده گیرید. چقدر انسان هایی هستند که صاحب کارگویان حتی به سجده کردن راضی هستند. چقدر کس هایی هستند که صاحب کارم نباشد پول من از دستم میرد گویان ببخشید که از بحر نماز و روزه هم میبرایند. انا این بر علا شرک، یعنی رزق خود را در یک انسان دانستن است. اگر شما رزق را از الله دانید، انسان را سببگار دانید، هرگز خودتان را برده یک انسان نمی کنید. و این چنین خواهران عزیز یک مسئله جدی دیگر هم هست. آن باشد خواهران عزیز ما گفتیم که الله فایده دهنده ما، هر چیزی که به ما فایده دارد الله آن را می دهد. آن چیزی که ما دعا میکنیم و به نفع ما هست آن را می دهد. اگر به فایده ما نباشد ثواب آن دعای کردن را ما در روز قیامت می گیریم. و اینجا در ما یک شرک بر علای آشکار است که از مرده ها یا رفته، یعنی از ارواح ها انتظار خوشبختی هستند یا اینکه فکر میکنند که یک مرده ارواح یک نفر سبب بدبختی شده میتواند. انا همین نمود شرک در تاجیک های ما خیلی خیلی زیاد است خواهران عزیز و خیلی که میدانید خیلی در قبرستان ها گورستان های کلان داریم. گورستان هایی که مردم میروند و میگویند وقتی دخترکم را در اونجا کشاده ایستادم، یعنی دخترک که سن سالش کمی بالا شد و شوهر نکرد به نزد مزار یگان چیز پخته ببرد. در جای ما چلپق میگویند، نمیدونم در شما چی میگویند، یعنی یک نمود نانی دیگی، یک نمود نانی روغنینی دیگی پخته میبرند. نمیدونم اون رو کی میخورده باشد در سر اون قبرستان، یعنی برده میمونند. بعضی ها میروند و میگویند اطراف قبر فلانی رو ما رفته آمدیم، تازه کرده آمدیم به امید بخت کشایی، یعنی بخت خود رو علل خصوص از قبرستان دانستن، از مزار دانستن، از ارواح دانستن. اله آمین ارواح پدر و مادرم مدد کند کشایش کار تو شود. اینها شرک بر الله هست. شرک در ربوبیت هم هست، در الوهیت هم هست. اما در همین مسئله زیادی که ما عملی که یا گفتیم فعلی که مخصوص الله هست، این الله هست که به ما خیر میدهد، الله هست که خوشبخت میکند. از ارواح دانستن ما این شرک بر الله هست و به این شرک چقدر نفرانی هستند که غوطه زدن و این چنین در بلا خواهران عزیز. خواهرای هستند که میگویند خوشتامن من پیش از مرگش گفته بود که پس از مرگ من فلان کار را اگر نکردید ارواح من شما را میزند یا در قبرم من به پایم میستم. گویا که اینقدر قدرتش بود است که یک انسان پس از مرگش هم دیگر کار کرده تواند. و او میگوید مثلا پس از مرگش ما این کار رو نکنیم آیا این میشود یا نمیشود. ما از آن ترس داریم که گفته خوشتومنم رو نکنیم و به خانه ما بدبختی آید. از روزی که وصیت مرده رو نکردیم خانه ما کم بغلی هست، بیماری هست، نعوذ بالله، پر از شرک، همش هم ترس از ارواح. ولی خواهران عزیز یک مرده از من و شما بیچاره تر است
من و شما از خود دفاع کرده می توانیم، عمل صالح کرده می توانیم، دعا کرده می توانیم، اما وقتی که یک انسان مرد برای او دیگر چی میگوییم فرصت ها به آخر رسید. او برای خودش هم دعا کرده نمی تواند، او برای خودش یگان عمل صالح کرده نمی تواند. او منتظر دعاهای شما هر کی باشد هم وقتی که از دنیا رفت انتظار است که شما به او چکار کنید، یا دعا فرستید یا عمل صالح کنید و به او بخشید. مادر یگان تلفن من بچه. اکنون ببینید که خواهران عزیز اینجا چه هست. مایان در این مسئله به شرک اکبر داخل شدگی هستیم و ترس از ارواح نفرانی هستند که خواهران عزیز به الله قسم من به چشم خود دیدم اونقدر از ارواح خوشتومن میترسند، از ارواح پدر و مادر میترسن، از ارواح فلان فلان میترسن که نه چراغ باید در گرفته باشد وگرنه ارواح میزند. من گفته بودم که ارواح میزند. یا باز یک عباره خیلی مسخره هم در ما است، ارواح لنین میزند. نعوذ بالله. لنین نجسه که دیگر او حتی به جهنم و بئس المصیر است، او دیگر ارواحش هم میزده است و ارواحش هم گویا که کشارهای پس و شوروی را زده است. برای همین این مسئله جدی هست. هرگز نباید از ارواح بترسید و اگر ارواح به ما کمک میکرد یا ارواح به ما ضرر میرسانید، به این چیز لایق ترین ارواح این ارواح محمد صلی الله علیه و سلم بود. میدونید که پس از مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود اون که قبر پیامبر در حجره حضرت عایشه بود، در یگان جا آمدگی نیست که حضرت عایشه با ارواح پیامبر به من از این کمک کن و در این مسئله به من کمک کن گفته باشند. و یا اینکه اونقدر بعض فتنه ها بین صحابه ها شده گذشته بود، رفته گفته باشند که پیامبر ما در این مسئله در پریشانیم، شما به ما کمک کنید. برای اون که این چیز نبود، یعنی پیامبر با اون معصومیت ارواحشون به کسی کمک نمیرساند، از ارواح پیامبر کمک پرسیدن جایز نیست و این به شرک میبرد. کجا رسد ارواح پدر و مادر، ارواح یکچند به گفت اولیاهایی که در قبرستان های تاجیکستان هستند. و چیز دیگر خواهران عزیز، اینجا باید بدانید که مایان اکثریت با قبر پدر و مادر این شرک رو انجام میدهیم. یعنی برادرایی که هستن میگویند پیش از سفر کردن به روسیه من باید به زیارت قبر پدرم بروم برای کشایش کارم. الکه این شرک است. برای چی کشایش کاری تو در قبر پدرت بوده است؟ تو به نزد قبر پدرت می روی زیرا او محتاج دعای تو هست و دعاها اجابت می شود. پیامبر به نزد قبر رفته دعا می کردن، اما نه دعایی که به خودشان، به آن مرده که پروردگار گناهایشان را ببخش، پروردگار قبرهایشان را منور کن. پس یقین بدانید که هر کسی که از دنیا رفت او محتاج دعای شما هست، او محتاج دعای شما هست و آن انسان بیچاره‌تر از شما هست و جز البته پیامبر صلی الله علیه و سلم که مبشر بالجنه هستند. صحابگان پیامبر که رضی الله عنهم اجمعین، اگرچه همیشه دعا میکنیم آنها چی بودن؟ از بهترین عصر بودن. اما پدر و مادر من و شما، خاله و بابای من و شما، خشتامن و دیگر خسور من و شما، آنها محتاج یک کف دعای شما هستند و هر چیزی که شما بخشیدید به آنها همچون هدیه می رود و ثواب‌های که شما به آنها میبخشید میرود. لیکن انتظار خیری از مرده نباشید، انتظار بلایی که ارواح فلان نکند چنین کند نباشید. این شرک بر الله است و شرک هست که موجب داخل شدن و دوزخ میگردد. و این چنین میدونید که والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، در قرآن کریم درباره دعا کردن به جز الله آیات ها زیاد آمده است. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، و جای الله نفرهای را پرستش میکنند که هیچ فایده و ضرری به آنها نمیرساند. یعنی اینجا ارواح باشد هم، یگان مثلا اولیا باشد هم، درخت باشد هم، هر چیز باشد هم، دانند که به ما بجز این که سبب غضب پروردگار نگردیم دیگر هیچ چیز نمی شود. و بعضی کارهای هست که خواهران عزیز اون کار سببی به شرک داخل شدن می شود. از این کارها صحبت های پنهانی با مرده ها. به نزدیکی با یک خواهر در این مسئله صحبت کرده بودم، شاید در گروه باشند. خواهر می گویند که من مادرم رو به نزدیکی از دست دادم و همیشه اگر به نزد قبر مادر رفته صحبت کردم قلبم آرام می شود.
گویا که من مشکلی هایم را با مادرم میگویم و برمیگردم. و همین گونه خواهرها زیاد هستند. بعضی مثلا نفرهای هستند که میگویند در یک مدت یک بار به سر قبر مثلا مادرم یا شوهرم یا فرزند از دست داده ام میروم و درد دل میکنم، خالی میشوم، خوب میشوم، برمیگردم. این قدم های شما به شرک است. چرا درد دل خود را به مرده میگویید؟ مرده که انتظار از شما هست که برایش دعا کنید تا اینکه عملهای او که قطع شد دیگر برای او میده نیست، همان دعاهای شما بالای نامه اعمال او شود، پیوست شود و از آن دعاهای شما او منفعت گیرد. برای چی درد دل خود را به مرده میکنید؟ الله که همیشه میگوید فاذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اگر بنده هایم از من بپرسند که الله در کجاست، ما با کی صحبت کنیم، با کی درد دل کنیم، بگو که من نزدیک هستم، من نزدیک بنده ها هستم، من میشنوم دعاهای شما رو من اجابت میکنم. گمان نکنید که من مثل مرده ها دورم. یعنی الله همیشه شما را میشنود. می توانید دعاهای خود را به الله گویید، درد دل خود را به الله گویید. اگر پدر و مادر مانده رفت، فرزند مثلا وفات کرد، شوهر پرتافته رفت، اما الله پرتافته نمی رود هیچ کس را. فانی قریب میگوید. برای همین این درد دل هایی که با مرده ها میکنند یا در نزد قبرها میکنند، بعضی ها میگن من از مرده چیز انتظار نیستم، فقط میروم و همراه مرده صحبت میکنم. بدانید که این قدم ها به شرک است. به مرده شما کاری که میکنید دعا میکنید که پروردگار گناهایش را ببخشد، پروردگار او را در رحمت خود قرار بدهد و قبر او را پر از نور کند. دیگر چیزی برای مرده نیست. آره قرآن خوانده بخشیدن و نماز خوانده بخشیدن و روزه گرفته بخشیدن این مسئله های هست که در مسئله های فقهی هست، در باره چندین بار در گروه ها گفتیم. اما مسئله ما صحبت های مخفیانه با مرده ها کردن. بعضی ها با صورت های مرده ها گپ میزنند. این در تاجیکا هست. یعنی صورتی مثلا تصویر مرده پدر خود را، مادر خود را زیر بالشت خود میگذارند و چی میگویند؟ این با من باشد پیش از خوابم چیزی میگویم. یعنی مرده که تو با صورتش گپ میزنی اولین قدم های شرکت رو کرده ایستادی. برای چی با الله صحبت نمیکنی؟ انا این مسئله خیلی چی است مهمی هست که خواهران عزیز در ما در تاجیک ها هست که ما از مرده یا انتظاری خیری هستیم یا از مرده میترسیم، گمان میکنیم که ارواح مرده سبب بدبختی ما شدنش ممکن، ارواح مرده سبب کمبغلی و یا بیماری شدنش ممکن و این چونین با مرده ها رفته درد دل خود را میکنیم، در حالی که مرده از درد دل شما یگان برای شما فایده نمیرساند. مرده منتظر است که شما برای او کار کنید، دعای کنید، چیزی فرستید از اعمال صالح. و این درباره ارواح ها بود. چه ارواحی نباشد خواهران عزیز، ارواحی کیه نباشد، حتی ارواح پیامبر به کسی کمک کرده نمیتواند صلی الله علیه و سلم، اگرچه بهترین بشر در روی زمین هستند. حضرت عمر حدیث متفقون علیه هست، پس از مرگ پیامبر به عباس پسری عبدالمطلب عموی پیامبر میگویند عباس دعا کن تا به ما باران ببارد، برای اون که خشکسالی شد. سپس میگوید حضرت عمر میگویند پروردگارم وقتی پیامبر بودند ما به پیامبر میگفتیم که پیامبر دعا کنه تا باران ببارد. اکنون که پیامبر در بین ما نیستند ما به عموی پیامبر، به عمک پیامبر میگوییم که تو دعا بکن تا باران ببارد. یعنی از یک نفر زنده ما چیکار میکنیم؟ طلب شفاعت، طلب دعا میکنیم. و یک نفر زنده رفته درد دل کردن، البته نفری که میدونید که کمکتون میکند. از یک نفر زنده یگان چیز رو پرسیدن که به من در این مسئله کمک کن، این شرک نیست، برای اون که اون انسان زنده است، در نزدتان هست، اون انسان میتواند به شما کمک کند. اون هم به امید اون که اون انسان کمک کند هم اگر الله خواست می شود، کاری شما نخواهد نمی شود. اما از مرده طلب کمک این چی هست؟ این شرک بر الله هست که این هم به توحید ربوبیت هم به الوهیت خطر ببخشید سبب هست یا گفتیم وجود دارد در این مسئله ها. و ما تاجیک ها متاسفانه همین مسئله رو خیلی چقور در داخلش غوطیدگی هستیم. چی بسا نفرانی هستند که حیاتشان برای ارواح است.
برای شاد شدن ارواحگویان چی کارهای نمیکنند و گویا که ارواح شاد شد زندگی آنها خوب می شود. یعنی شما اگر گفتید که من دعا میفرستم برای مرده تا اینکه آن مرده از آن دعای من استفاده کند، چیزی دیگر ارواح شاد شود و کار من آمد کند، من به نزد قبر مادر و پدرم رفته بعداً به روسیه میروم، برکتی کارم در این است. اینها خواهران عزیز برکت نیست. به نزد قبرها برای یاد مرگ و یاد آخرت و دعا برای میت میروند. این درباره چی بود؟ درباره مسئله ارواح، کمک خواستن از ارواحان یا اینکه ترسیدن از ارواح بود. در همین مسئله عیناً به ارواح مانند در ما جن هم هست. میدانید که خیلی زیاده هستند که اونقدر از جن ترس دارند که گویا که جن اگر آنها را بنده خود کند به این راضی می شوند. ترس از یک چیز این امر جبلی یا طبیعی هست و خیلی که در قصه حضرت موسی هم هست. به موسی وقتی الله میگوید برو فرعون را دعوت کن، حضرت موسی میگویند پروردگار من یک نفر را در آنها کشتم، من میترسم که به من ضرر رسانند. یعنی ترس بود. و این چنین وقتی عصایش مار می شود فاوجس فی نفسه خیفة موسی میترسن عصا را دیده. لیکن این ترس های عادی هست. ترس هایی که من گفته ایستادم، یعنی بخونم یک بلای می آورد، یک کاری را می کند که دیگر من هرگز زندگی کردن نمی توانم، یا اینکه بعضی ها می گویند یک نمود جنی بوده است که گفته هایش را اگر کنی خیلی مثلا زندگیت خوب شده می رفته است. البته این کار در فالبین ها زیاد است که در مسئله جن و در مسئله کمک و اینها در مسئله فالبینی انشاءالله برمیگردیم. لیکن مسئله اساسی ما این چی بود؟ این درباره لغزیدن در توحید و کمک خواستن یا اینکه ترسیدن و به خاطر اینکه به من بلا نآورد به ارواح‌ها کار کردن. و البته میدونید شاخچه های زیاد لطچه بستگی شاید در نزد همتون، یعنی در جایهایی که شما در تاجیکستان زندگی کردید وجود داشته باشد. یعنی میروند و به شاخچه ها لطچه پاره کرده میبندند که این یعنی در این درخت در زیرش کدام مرده بوده است و با ارزوهای خود را گفته به اون چیز میبندند. و بعضی ها هستند که خیلی که گفتم خوراک یا چیز دیگر پخته میبرند و به نزد قبرستان میمونند. از اون کی میخورده باشد؟ یعنی صاحب گورستان میخورد یا چیز دیگر. و مقصد چی است؟ بخت کشا نامشم. این بخت کشا نیست، بخت شما را در دنیا و آخرت میبندد. برای شما اون بیچاره‌ای که درون قبر است چقدر انتظار باشد که برای شما یک کف دعا کنید تا اینکه دعای شما سبب نجات او باشد. و این بود خواهران عزیز درس امروزه ما در عقیده. اگر سوال در موضوع گفتمان داشته باشید بفرمایید. من هم ثبت رو دیگر الان خاموش میکنم.